جادوی سیاه. بعد ما میگیم نه بابا اینا حرف مگه میشه؟ اصلا اینا همه خرافاته. امروز دیگه خرافات نیست. امروز این توضیح علمی داره. قدیمی‌ها میگفتن یه تیکه از موشو بیار، یه تیکه از ناخونشو بیار، برو یه تیکه لباسشو ببر بیار، برو یه تیکه چیزی ازش بیار. من اینو یه کاری میکنم، اونور دنیا به خاک سیاه میشینه. شنیده بودین اینا رو؟ شنیدین؟ میشه. بعد جوری هم میشه. اینم تست کردن، خیلی جالبه. اومدن یک دی ان ای، یه سلول از یه آدم گرفتن، تو همون آزمایشگاه هارت مت این کارا رو انجام دادن. یه سلول از یه آدم، از پوستش، از موش یه سلول گرفتن، دی ان ایشو توی لوله آزمایش توی وضعیت آزمایشگاهی نگه داشتن و ارتعاشات دی ان ای رو مورد سنجش و مشاهده قرار دادن. تصاویر مختلف بهش نشون دادن. وقتی این آدم تصویر اکشن میدیده، حال و احوالاتش، ذهنیاتش و احساساتش تغییر میکرده. به تناسب تغییراتی که این آدم میکرده، ارتعاشات دی ان ایش هم که توی یک اتاق دیگه ای تو